یک دو روز پیش کمک بشردوستانه جناب عالی بر شهر کلوب هم رسیدک. مادر ما هم چو همشیره تیپ کار میکند. این امروز میبینیم که با مادر ما چی داده‌اند از فامشه. سلام و درود دوستان عزیزان و بینندگان گرامی. امیدوارم که همه کس خوب و صحت و سربلند باشید. اکنون ما امروز یک نواری را در شبکه فیسبوک دیدیم. من میخواستم اویدی همون کمک های بشردوستانه امام علی رحمانوف میبینیم که در شبکه های اینترنتی و تلویزیونی چرخ میزنند و من میخواستم که یک چند حساب و کتاب کنم همون کمک های بشردوستانه امام علی رحمانوف که به طبیبان جمهوری تاجیکستان چقدر کمک کرده است. اکنون ما نوار میمونیم تماشا میکنیم همه کسا و بعد برمیگردیم به ادامه صحبت خودمون. یک دو روز پیش کمک بشردوستانه جناب عالی بر شهر کلوب هم رسیدک. مادر ما هم چو همشیره تیپ کار میکند. این امروز میبینیم که با مادر ما چی داده‌اند از فامشی روی کردگی. خوش بگی اینه کارتشکا بدهی، اینه کارتشکا، این هم قدر کارتشکا های بعد دادن ایستگی چند قدر. این پیوز های، این مکارون های، این گریشکا های، این برینج های، این سبزی های، این های در ارد های، این هایش روغن های، این هایش کپوست های. این هایش پیسکایی که داده هنشون از من میگم که چی داده هنشون. 1 کیلو 600 گرم کارتوشکا، 600 گرم مکارون، 400 گرم گریچکا، 800 گرم برنج، 800 گرم روغن، 4 کیلو پیاز، 10 کیلو ارد، 10 کیلو سبزی، 1 دونه کپوست. اکنون ببینید که امام علی رحمانوف به طبیبان کشور، به طبیبانی که امروزها دارن مبارزه با وبای عصر یعنی با وبای کرونا ویروس کووید 19 مشهور است این بیمار، و امروز رحمانوف کمک‌های بشردوستانه شد به تمام منطقه های کشور چکار تقسیم کرد و همه ما و شما خوب شاید حال هستیم و دیده ایستیم که رحمانوف چکار کرده است. بگیم که همون تعریف و توصیف از خودش و فرزندش داره و ما میخونیم این برادری که برای مادرش یعنی که از جانبی همین جناب خالیش یا که جناب عالیشو کمک بشردوستانه برای طبیبان کرده بود. من میخواستم که همین کمک های بشردوستانه رحمانوف را حساب کنم چند پول میشود و تو که مردم بدونن. ما دیروز یک صحبت داشتیم، اویدی سوال کرده بودیم که کمک های بشردوستانه کجا شدن، یعنی که از کشورهای خارج کشور از امثال آرد کشور ازبکستان 1000 تن آرد کمک بشردوستانه کرد و کشور قزاقستان 5000 تن کمک بشردوستانه کرد. این باشد در جمع 6000 تن آرد کمک بشردوستانه این دو کشور کرده بودند به کشور عزیزی ما که تا که بر همون طبیبان به مردم کمبیزاد خلاص به همین مردم تاجیکستان کردن که در این بحران اقتصادی وبای عصر آمده است اینها بگیم که چیکار نکنن عذاب و اذیت نکشن. و ما میخونیم امروز کمک بشردوستانه رحمانوف را که چند کمک کرده است. خب گریچکا 400 گرم گریچکا را ما تقریبا کیلوگرم گریچکا را حساب کنیم از 10 تا 12 سومانی در تاجیکستان است. ما همین کیلوگرم گریچکا را به 5 سومانی بگیم که جدا کنیم یعنی که 5 سومانی حساب کنیم. 600 گرم مکارون 5 سومانی ایشان 5 سومانی حساب کنیم. 800 گرم برنج ایشانی 10 سومانی بگذار 10 سومانی شاید که از آن باشد خیلی 10 سومانی نرخ گذاری کنیم. 800 گرم روغن هم 10 سومانی. خب 1 کیلو و 600 گرم کارتوشکا را 10 سومانی حساب کردیم و 4 کیلوگرم پیاز هم 10 سومانی حساب کردیم. خیلی بگذار پیاز اگر
2 سوم زیادتر باشه ما 10 سومونی حساب کردیم. 10 کیلوگرم آرد ما 10 کیلوگرم آرد از 5 سومونی حساب کردیم، یعنی که 1 کیلوگرم آرد ما 5 سومون حساب کردیم، 10 گرم 50 سومون شد. خب 10 کیلوگرم سبزی ایشه از 1 سومونی بگذار 1 سومون زیاد باشه یا که کم باشه این نشه، مقصد ما از 1 سومونی حساب میانه کردیم 10 سومونی. خب 1 دونه کپوست در اینجا دیدیم، این 1 دونه کپوست ما به نرخ 5 سومونی حساب کنیم تقریبا، شاید از اون باشه شاید قیمت باشد، اینشه ما حساب میانه 5 سومون کردیم. جمع در اینجا شد 110 سومونی همین کمکی بشردوستانهایی که امروز مولی رحمانوف در تلویزیون ها در شبکه ها چکو میکنه. تعریف توصیف از اساسگذار صلح و وحدت نمیدونم 75 تا نوم از قفاش میگیرن و تعریف توصیف میکنن و ما حساب کردیم در تاجیکستان عزیز ما تقریبا از همین سردختور سرکدگی تا همون سانیترکه و همون پادشاه همشه تقریبا 75,000 کارگری که در همین سوهای تیپ کار میکنن. گفتیم که از همون بگیم که ورچ کلان سرکدگی تا همون پادشاهش 75,000. ما در اینجا چکار میکنیم؟ ما در اینجا اگر که ایلوه کنیم یا که کم کنیم بگذار ما ایلوه میکنیم در اینجا، بگذار ما در اینجا ایلوه میکنیم. خب در اینجا ما 75 تنه 50 تنه 100,000 ما چکار میکنیم؟ ایلوه میکنیم 100,000 کارگر، یعنی که سوهای تیبه ما با 100,000 کارگر بگیم که افزایش داریم، کویش نداریم افزایش داریم. خب در اینجا اگر جمع همین کمک بشردوستانه بر همین کارگرای تیپ داده شود این تقریبا 11 میلیون سومانی می شود. به سومانی بگردونیمش 11 میلیون سومانی می شود. 11 میلیون سومانی و سر هر یک طبیبی امروز که مبارزه بر این وبای اثر دارن 110 سومانی 11 میلیون سومانی می رسد. خب ما می گردیم به کمک های بشردوستانه که از جانب دیگر کشورها داده بودن. به امثال آرد 6,000 تن که گفتیم که کمک بشردوستانه 1000 تن آرد کشور ازبکستان داده بود ماهی مارس و ماهی می همین 12 یا 13 تقریبا بود. 5,000 تن کمک بشردوستانه کشور قزاقستان داد. در جمع اینجا شد 6,000 تن آرد کمک بشردوستانه دو کشور. فقط ما اینجا آرد حساب کنیم. خب در اینجا آرد 6,000 تن ما تقسیم کردیم به کیلوگرم. به کیلوگرم یعنی ضرب زدیم همگی شی در اینجا 6 میلیون تن آرد. 6 میلیون تن آرد در یادتون میره. 6 میلیون تن آرد ما با 5 سومونی که ما همین آردی که رحمانوف کمک بشردوستانه 10 کیلوگرم کرده بود همین 6 میلیون تن آرد 6 میلیون کیلوگرم آرد ما چکو کردیم تقسیم به 5 سومونی ضرب به 5 سومونی زدیم. در اینجا بگیم که ایتوگی ما ورمد 30 میلیون سومونی. 30 میلیون سومونی فقط کمکی بشردوستانه کشور ازبکستان و قزاقستان فقط از آردش توقع. این 30 میلیون سومونی بگذار که ما همین کیلوگرم قطع حساب کنیم همین آردهایی که از همین کشورها کمک کرده شد با ما تاجیکستانیان 6 میلیون کیلوگرم 6 میلیون کیلوگرم ما گرفتیم در همین 100,000 کارگری وزارت تندرستی، یعنی که کارگری که در همین شب روز در وزارت تندرستی کار میکنن از همون ورچش تا همون پولشوکش 100,000 در ما تقسیم کردیم به هر یک سری کارگری که امروز در تاجیکستان کار میکنه در همین ساحه تیپ 60 کیلوگرم آرد میرسه و امروز رحمانوف چکار کرد 10 کیلوگرمی گویا که کمکی بشردوستانه کرد. و اگر که ما همین را به 75,000 گفتگی که در تاجیکستان حقیقتا 75,000 کارگر
چکار میکنه کار میکنه. ما اگر 75,000 در ما ضرب بزنیم یا که تقسیم کنیم همین آرده چند میشه؟ 80 کیلوگرم میشه. اگر که کمش کنیم با چیش کنیم 120 کیلوگرم آرد چکار میکنه با همین کارگرای وزارت تندرستی ما داده میشود. فقط کمکی بشردوستانه آرده که از کشور همسایه کشور ازبکستان و قزاقستان و تاجیکستان عزیز ما داده شد. و این بار حساباتی که کمک‌های بشردوستانه حکومت رحمانوف و همسایه کشورهایی که از قبیل آرد ازبکستان و قزاقستان برای ما تاجیکستانیان کمک کرده بودند. و دیروز ما سوال داده بودیم که کمک‌های بشردوستانه کجا شدن، یعنی که 6,000 تن که به کشور ما وارد کرده بودند و اینها تا هنوز در یگان رسانه در یگان جا نگفته است که ما همین کمک‌هایی که از قبیل کشورهای همسایه کشور ازبکستان و قزاقستان آمده شدند و اینها را به کیا دادیم. آنها یا به ساحه طب دادند یا که به کمبیزاتا دادند یا که به نمیدونم یتیما دادن و کسی دادن تا هنوز معلوم نیست. شاید که همین کمک‌هایی که رحمانوف 10 کیلو کرده به همون کارگرای طب تقسیم کرده باشن، شاید همین کمک‌هایی که همین بشردوستانه‌ای که از قزاقستان و ازبکستان باشن. ما هم پیشترم گفته بودیم که مادامی که رحمانوف اگر که کمک بشردوستانه کرده باشه اما آردای خریدگیشه، گریچکای خریدگیشه، چی چیزی خرده است اما را چکا کنه کویتانسیشه یا که از کدام مغازه از کجا گرفته است اما را پیشکشی مردم چی به طریق ویدیو باشه چی به طریق رسم باشد خلاص پیشکشی مردم کنند. و اینم یک شرمندگی بود که مای مرد رحمانوف قطعی اون یک توشکبای داره، قلفینای داره، قطعی اون نفر چکا کردش ما ایدی کارتوشکا جشن گرفتیم و امروز شرم نکرده برای طبیبان تو 1 کیلو 600 گرم شما چکا کرده کارتوشکا توفه کرده که با میبینیم که در هم ماشینات تو زدگی توفه بشردوستانه اساسگذاری نمیدونم 77 تا نمیگه قفوش بعد مومالی رحمانوف. خب اینمی بار حساباتی که درباره کمک‌های بشردوستانه رحمانوف به شما اطلاع دادیم و باقی در امان خدا باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکات.